روابط اجتماعی و توانایی ارتباط برقرار کردن با بقیه یه علمه، یعنی میتونی خیلی راحت با یکم زمان گذاشتن اون رو یاد بگیری، اما به شرطی که یه سری رفتارهای بد رو هم سعی کنی کنار بذاری تا تو دل همه خودت رو جا کنی. تو این ویدیو میخوام 7 تا رفتار بهت بگم که اگه اینها رو درون شخصیت خودت داری یا تو طول روز انجام میدی، وقتشه که کامل اینا رو بذاریشون کنار. سلام جوون، چطوری؟ من کایان هستم. قبلا یه آدم کاملا درونگرا و گوشه‌گیر بودم که با هیچ بنی بشری نمیتونستم ارتباط بگیرم. زبونم قفل بود و رفیقای زیادی هم نداشتم. دیگه بماند که چقدر توی رابطه هم با آدم‌ها شکست خوردم. اما روی خودم خیلی کار کردم و 180 درجه عوض شدم و میشه گفت حالا دیگه کلاً یه آدم دیگه‌ایم. حالا هم دارم رازها و تجربیات خودم رو تو کانالم باهاتون به اشتراک میذارم تا در کنار هم دیگه هر روز یه پله پیشرفت کنیم. پس همین الان کایانولوژی رو سابسکرایب کن و زنگوله رو بزن تا ویدیوهای بعدی من رو از دست ندی و این ویدیو رو هم لایکش کن. بریم سر وقت آموزش. ببینید، ما آدم‌ها تو خانواده‌های مختلفی به دنیا میایم و با روش‌های مختلفی هم بزرگ میشیم. به خاطر همین هم وقتی بزرگ میشیم تفاوت‌های زیادی با هم دیگه داریم. بعضیامون ممکنه خیلی راحت بتونن با بقیه ارتباط بگیرن و تو دل همه جا بشن و بعضی‌ها هم نیاز دارن که بیشتر یاد بگیرن. اما یک سری رفتار وجود داره که فرقی نمیکنه که شما یه آدم اجتماعی باشی یا گوشه‌گیر. اگه این رفتارهای سمی رو از خودت نشون بدی، هیچ کسی دلش نمیخواد با تو ارتباط بگیره. رفتارهایی که تو این ویدیو بهت میگم. بریم سر وقت رفتارها. رفتار هفتم، حسادت کردنه. حسادت رو همین اول کار میگم. چرا؟ چون یه رفتاریه که قشنگ تمام ویژگی‌های خوبتون رو پودر میکنه، میفرسته رو هوا. انگار که شما ویژگی‌های خوبی هم داری. ببینید، شما هیچ وقت نباید زندگی خودتون رو با کسی مقایسه کنید، مخصوصا اگه بخواید باطن زندگیتون رو با ظاهر زندگی کسی دیگه مقایسه کنید، که اگه این کارو بکنید دیگه رسما شما رو آب برده. عزیزان، بهترین کسی که شما میتونید خودتون رو باهاش مقایسه بکنید در واقع دیروز خودتونه. کافیه شما سعی کنید هر روز یه کار مثبت و یه قدم مثبت به سمت هدفتون بردارید و بعد خودتون رو با دیروزتون مقایسه بکنید. اون موقع است که تازه حس خیلی خوبی میگیرید و حسادت درون شما از بین میره. در نتیجه با بقیه هم میتونید ارتباط بهتری بگیرید. ویژگی ششم، چسبیدن به غم و غصه و چسناله و این صحبت‌ها. خیلی رک و راست و صاف و ساده میگم. ببینید، غم و غصه و مشکل توی زندگی همه آدم‌ها وجود داره. خود من هم دارم. اصلا باید باشه تا شما قدر خوشحالی رو بدونید. اگه شما مطالعات عمیقی روی فلسفه شکست و رنج و سختی داشته باشید، متوجه میشید که اصلا رنج و سختی اومده که به شما درس بده، اومده تا باعث رشد شما در اون مقطع زمانی بشه، اما به شرط اینکه شما اون درسی که درون اون رنج و سختی نهفته است رو پیدا بکنید و الا محکومید به اینکه انقدر اون رنج رو تحمل کنید تا یه رنج جدیدی وارد زندگیتون بشه. خودم رو مثال میزنم. من یه تایمی مشغول کاری بودم که نیاز به روابط اجتماعی داشت و من هم آدمی بودم که نمیتونستم با بقیه ارتباطی بگیرم و هر روزی من رو عذاب میداد. اما بعد از یه سال به خودم اومدم، دیدم روابط اجتماعی من 100 لول بهتر شده و حالا دیگه میتونم با هر کسی ارتباط بگیرم. شما هم همین کار رو بکنید. اشتباهی که خیلی از افراد میکنن اینه که میچسبن به غم و غصه هاشون و منتظرن بقیه از روی احساس ترحم باهاشون ارتباط بگیرن، اما این کار کاملا اشتباهه. ویژگی پنجم، نداشتن بلوغ عاطفی. همه ما در طول روز احساسات و عواطف مختلفی رو تجربه میکنیم. حتی ممکنه که یه سری هیجان‌های یکهویی رو هم داشته باشیم، اما هر چقدر که شما بتونید بیشتر اون احساسات و هیجانات رو کنترل کنید، میتونید تسلط و کنترل بیشتری روی خودتون داشته باشید و هر چقدر هم که روی خودتون کنترل داشته باشید، بقیه بهتر باهاتون ارتباط میگیرن. در کل عزیزان، این که شما بتونید اون احساسات ناگهانی که سمت شما میاد و به نوعی فوران میکنه درون شما رو اگه بتونید تأخیر بندازید توش، یعنی به عقب بندازیدش، دقیقاً همون چیزی که بلوغ عاطفی نیاز داره. اینکه شما سریع و فوراً احساسی که درونتون ایجاد میشه رو بروز ندید، یعنی سریع گریه نکنید، سریع نخندید. حالا خنده رو میشه فاکتور گرفت، ولی مثلا سریع عصبانی نشید.
این کار رو اگه بتونید انجام بدید به اصطلاح آدم پخته‌ای به نظر میایید و خیلی بهتر میتونید با بقیه ارتباط بگیرید. رفتار چهارم همیشه قربانی بودن. اینکه مدام خودتون رو قربانی ببینید، مدام خودتون رو آدم ضعیفی ببینید که بقیه بهش آسیب میزنن. همیشه تقصیر رو بندازید گردن بقیه تا از زیر بار مسئولیت اشتباهتون شونه خالی کنید و در کل اینکه آدم ضعیفی باشی. عزیزان، افراد قوی و تاثیرگذار دقیقاً همون آدم‌هایی هستن که شما باید سعی کنید باشید. یه آدم قوی و قدرتمند که مثل کوه محکمه و هیچ چی نمیتونه تکونش بده. ما آدم‌ها ذاتاً از افراد قوی و قدرتمند خوشمون میاد و بهشون جذب میشیم. حالا این وسط اگه شما نقطه مقابل این افراد باشید، خب دیگه چه انتظاری دارید؟ رفتار سوم داشتن افکار منفی بیش از حد. این واقعاً کار سختیه که بخواید دور و بر کسی باشید که مدام راجع به بدبختی‌ها، مدام راجع به مشکلات و افکار منفی صحبت میکنه. از بدبختیاش میگه، از اینکه چقدر دنیا ناعادلانه است، چقدر مظلومه و هزار تا حرف منفی دیگه. یعنی قشنگ 2 دقیقه پیشش بشینی یه جوری از زندگی ناامیدت میکنه که خودت و پرات با هم میریزید. این مدل آدما انقدر انرژی منفی از خودشون به بقیه میدن که هیچ بنی بشری سمت اینا نمیره و همیشه خدا تنهان. رفتار دوم قضاوت‌های سطحی درباره دیگرانه. ببینید هیچ وقت یک آدم رو از روی ظاهرش قضاوت نکنید. ظاهر آدم‌ها لزوما واقعیت زندگی اونها نیست. خیلی ها زندگی خیلی ناجور و غمگینی دارن اما خودشون رو خیلی خوشحال‌تر از تو نشون میدن و خیلی ها هم برعکس زندگی خیلی شاد و لذت بخشی دارن اما ظاهرشون خیلی معمولی و ساده است. قضاوت‌های سطحی راجع به دیگران باعث میشه که ازشون فاصله بگیریم و هیچ وقت تو دل هیچ آدمی جای پیدا نکنیم. ببینید اشتباه نکنید، منظور من این نیست که شما راجع به هیچ موضوعی هیچ نظری ندید. اتفاقا توی موضوعی که شما تخصص توش دارید یا حرفی برای گفتن دارید چه بهتر که نظر بدید و بقیه رو هم روشن کنید. خیلی وقتا هم که اصلا قضاوت کردن باعث میشه شما درست و از نادرست تشخیص بدید. اما منظور من دقیقاً همون لحظه‌ایه که شما یه اتفاقی براتون میفته یا یه چیزی رو میبینید و همون لحظه یه حسی درون شما ایجاد میشه. اون لحظه اون حس رو بروز ندید، تمام شد و رفت. و رفتار یکم قدر نشناس بودنه. فرض کنید یه نفر با یه نیت خوب یه کار مفیدی برای شما انجام میده، مثلا هدیه‌ای به شما میده یا کمکتون کاری انجام میده، یعنی در کل در حق شما یه لطفی میکنه. حالا اینجا یهو شما به جای تشکر کردن برمیگردید بهش میگید وظیفت بوده. این دقیقاً مصداق قدر نشناس بودنه و میتونید 100% مطمئن باشید که اون آدم دیگه هیچ کاری برای شما انجام نمیده و دلش نمیخواد که هیچ ارتباطی با شما بگیره. اینها 7 تا رفتار سمی بود که اگه داخل شخصیتتون دارید 100% امسال باید اونو بذارید کنار یا تغییرش بدید. زمانی که این 7 تا رفتار رو کنار بذارید تازه نتیجه ها رو توی زندگی و روابط اجتماعیتون میبینید. دمتون گرم که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. اگه از محتوا خوشتون میاد حتما کانال رو دنبال کنید، زنگوله رو بزنید برای ویدیوهای بعدی و این ویدیو رو هم لایکش کنید. دوستتون دارم خیلی زیاد. تا ویدیوی بعدی جذاب و جسور باشید و خدا نگهدار.